تشکر میکنم از جناب آقای دکتر خراسانی. بالاخره افتخار حقوقی استان هستم، بدون تعارف مسلط همه موضوعات و قوانین رو میدونن. ما هم از صبح اول وقتشو گرفتیم، بارها تا ساعت 11-12 شب به خصوص بابت باشگاه سپیدرود. آقا میتونه شهادت بدن که این موضوع سپیدرود خیلی بغرنج‌تر از داماش بود دیگه. اول فصل 3-4 نفر فروخته بودن به 3-4 نفر. تشکر میکنم از آقای خاصی بود، مسئول حقوقی اداره کل ورزش، و از شما تشکر میکنم که بی تفاوت نیستید به باشگاهتون. این نشون میده که بالاخره این باشگاه واقعا ما میگیم پر هوادار ریشه دار، حرف ناصحی نمیزنیم. ببینید بزرگواران، از همون بد به ورود بنده یکی از دغدغه های من باشگاه داماش و همواره میگفتم که چرا نباید داماش در لیگ 2 و یا لیگ 1 نباشه. خدا میداند اون زمانی که تو لیگ 3 بود برای لیگ 2 اومد چه کمک هایی که من کردم. اصلا هیچ موقع نخواهم گفت و نمیگم. حالا شاید بعضی از دوستان در جریان باشند، والله دارم قسم میخورم اگر اون کمک های من نبود و موضوعاتی رو من ورود نمی کردم، داماش لیگ 2 صعود نمی کرد به هیچ وجه. در بحث لیگ 2 به لیگ 1 هم به همین شکل. دوستان اینجا حضور دارن، های آقازاده عزیزان هستن. ما ضمن این که یه مقدار گله هایی داشتیم از بعضی از افراد، اما همش نظارت میکردیم کی میاد کی میره. اگر آقای اکبر میثاقیان داره میره، یک کسی بیاد که تیمو جمع کنه، که آقای پیوس اومد خوبم جمع کرد انصافا، هم از آقای میثاقیان هم از آقای پیوس من تشکر باید بکنم. تیمو خوب جمع کرد تا اینکه یه بازی و یه تمرینی بود، یه سری موضوعاتی پیش اومد، من خودم ورود کردم. همون موضوع باعث شد که بالاخره مالک عزیز که دلخوری داشته باشه، نمیدونه چیزایی بگه نگه، من کار ندارم، همه برام عزیزن. هر کسی در ورزش استان داره هزینه میکنه، پول شخصیشو خرج میکنه، برام من قابل احترامه. این یه فرمول قاعده از اون آستانا تا چابکسر، هر کسی میاد تو ورزش هزینه میکنه قابل احترامه. اما میاییم اون دغدغه هایی که شماها دارید. ببینید این باشگاه خصوصیه. عزیزمون مالک، حالا بگیم فعلی سابق هر چی بگیم، اومد یکی دو تا معامله کرد. من در مصاحبه هام گفتم، همواره گفتم، تا زمانی که اهلیت مالی فردی بر من به یقین نرسم، ثابت نشه، من نمیتوانم باشگاه رو بهش بدم. باشگاه سپیدرود رو به یه فردی دادن، اومد تو اتاق من، گفتم 100 سال دیگه من بهت پروانه نمیدم، عذرخواهی میکنم، کرایه رشت تا تهران از کسی دیگه قرض میکرد میرفت، پول نداشت. ولی که اومده بود بالاخره یه مانوری بده، به یه کسی دیگه دادن، اونم فکر کنم از آقای آقازاده قرض میگرفت میرفت تهران میومد. سید اینجاست. خب اونم که اصلا داغوندر، اون اومد تو اتاق من نشست، بهش گفتم من 1000 سال دیگه بهت پروانه نمیدم. اما اومدیم برای باشگاه داماش، اینجا هم فروشنده هم خریدار متاسفانه با ما هماهنگ نکردن. یک بار فقط تلفنی آقای نعیمی ایشون با من یه تماسی گرفت و من گفتم آقا مبارکت باشه، حتما ما رو در جریان بذار. تا اینکه بازی ها شروع شد، من دیدم یه تیم اومد اون بالا نشست، آقای جلالی هم بود و اینا، گفتن آقا ایشون در واقع مشتریه یا داره معامله میکنه موضوعات، و کارشون اگر از اول با ما هماهنگ میکردن، مثل باشگاه سپیدرود که آقای یوسفی با ما هماهنگ کرد، گام به گام مرحله به مرحله رو آقای دکتر خراسانی رو گذاشتم مشاورش، در کنارش آقای دکتر حداقل 12 جلسه اونو برگزار کردیم، بیشتر نزدیک 50 جلسه گام به گام، فرایند به فرایند انتقال رو انجام داد، چون حرف گوش کردم. ولی این آقایون هم این طرف هم اون طرف، هر گوش
نکردن. هر از گاهی هم هر کدومشون یه استوری میذاشتن، یه مصاحبه هایی میکردن. مشکل ما از این دو بزرگوار. اما بگذارید ببینید، فصل الخطاب قانونه. در قانون به صراحت آمده است کمیته تعیین وضعیت فدراسیون و سازمان لیگ که خودش دادستان بوده، قاضی بوده، آقای نورشرف در تهران، ایشون تعیین. الان به آقای دکتر خواستم یه نامه ای رو به هیئت فوتبال دستور دادم تنظیم بکنه برای کمیته تعیین وضعیت کجا؟ فدراسیون فوتبال. من فکر کنم همین روزا جوابش میاد. رأی داوری پیوسته، اون قرارداد پیوسته، متمم‌ها پیوسته، همه موضوعات پیوسته. جوابش اومد فصل الخطاب قانونه. ببینید ما سابق یه مدیر کلی داشتیم بابت یه باشگاه 1 سال انفصال بود. یعنی من نمیتونم کار غیر قانونی انجام بدم. باشگاهی که قانون گفته بدید، مثال به آقای خراسانی، من بردارم بدم به آقای خاصی‌پور. قانون فصل الخطابه، هممون اینو قبول داریم. اما ما بی‌تفاوت نیستیم، مخاطبات فراوانی کردیم، مستندات همه اینجا هست. من فکر کنم همین هفته، نهایت همین هفته مشخص بشه هر کسی رو کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به عنوان مالک دونست، ما هم مکلفیم باش همکاری کنیم. این آقایون هم حرف گوش نکردم. الانم که رأی داوری صادر شده، اون عزیزمون که خریدار بود یه دغدغه‌هایی داشت، چک و پاس نکرد. خب پاس نشدن چک یه بهانه شد برای ابطال رأی داوری. درسته آقای دکتر؟ حالا درخواست ابطال داده که در شعبه دوم یا سوم حقوقی رشت، شعبه سوم پیگیر هستن. ما همه برامون قابل احترامن، اما از همه مهمتر برامون باشگاه‌های ما هستن که باشگاه داماش باشه. من بسیار امیدوارم انشالله ختم به خیر بشه، به شرطی که طرفین، من همینجا هم دوستان رسانه هم دارم ضبط میکنم، من انتظار دارم طرفین به حرفای ما، به صحبتهای ما، به دغدغه‌های هواداران در واقع گوش بکنند و از لج و لجبازی. الان این عزیزان بیشتر رو لج و لجبازی هم. من تا حدی سکوت میکنم، تا حدی میمونم، ولی خط قرمز ما باشگاه‌های ما هستن. اصلا شما نگران نباشید. اونقدر که شما دغدغه دارید 10 برابرش من دارم. دیشب من با یه عزیزی ساعت 1:30 شب داشتم صحبت میکردم، آقای افشین ناظمی. 1:30 شب بود، یه رو به 2 شب بود داشتم صحبت میکردم. خب یعنی همه چی حواسم هست که باشگاه ما هستن. اما یه موضوعی هم عزیزان اینجا تو لابلای صحبت من یادداشت کردم، بحث بدهی هاست. ببینید بدهی داماش که الان میفرمایید اینقدر هم نیست. من همه رو ریز از اون هتلش گرفتم تا اون بازیکنش برای فصل قبل، فصل جاری نه. فصل قبلش دوره بره دیگه خودشو بکشه بین 3 تا 5. خب از این ور هم 11.5 برج 8 چک داره. یعنی خیلی راحت همون کاری که آقای زحمتکش با آقای نصیریان کرد، پولشو نگه داشت، گفت از بابت بدهیش. ضمن اینکه پول آقای داداش زاده رو چکشو داده، الان تو هیئت فوتبال برای برج 8 داده. بدهی آنچنانی نداره. سپیدرود بدهیاش وحشتناک بود. سپیدرود واقعا تیمی که از لیگ برتر اومده بود و خدا آقای یوسفی عزیزان زحمت کشیدن این بدهی‌ها رو داره. تماش اون حد بدهی نداره و من فکر کنم به امید خدا بتوانیم آقایون کمیته تعیین وضعیت مشخص کرد. حالا آقای نعیمی پور شد، ما در خدمتش هستیم، مشکلی هم نداریم، اما باید بیاد اهلیت مالیشو به ما ثابت کنه. آقای نعیمی پور عزیز ماست، همستانی ماست. اصلا وقتی میگم اهلیت مالی جسارت نمی کنم، من باید بدانم که این قافله رو، این باشگاه رو تا سر منزل مقصود میتونه برسونه. بهشون واگذار کردم، باز هیئت فوتبال مکلف باش همکاری کنه. اگر نه رأی دادم به نفع آقای زحمتکش هم که باز هیئت باید همکاری کنه. مهم باشگاه ماست. من خیلی امیدوارم، به امید خدا انشالله این موضوعات جمع بشه. من در خدمت عزیزان هستم.
من فکر کنم 2-3 هفته آینده داماش اون داماشی خواهد بود که همه ما انتظارشو داریم، همه ما دنبالش هستیم. در خصوص انتخاب بازیکن، مربی، مدیر عامل، سرپرست، باور بکنید ما نمیتونیم دخالت کنیم. یه وقتی به یکی از این مالکا من گفتم آقا فلانی میتونه بهت کمک کنه، رفت هر جا نشست گفت آقا اینو میبینی، اینو مدیر کل به من تحمیل کرد. ما نمیتونیم، با خصوصی باشگاه خصوصی من چطوری بهش بگم آقا شما آیه دکتر رو بذار اونجا سرپرست؟ نمیپذیره. میگم پول خودم خرج کنم، خودم میخوام کی رو بذارم. حالا با این حال امروز آقای دکتر زحمت دادیم یه نامه خوبی رو تنظیم میکنه برای فدراسیون، سازمان لیگ، کمیته تعیین وضعیت. ان شاءالله تعیین وضعیت میشه به امید خدا. داماش کار بزرگی کرد، 2 سال پی در پی از زیرگروه لیگ 3 اومد لیگ 1، چیزی که همه آرزوشو داشتن. من این مژده به شما بدم و عرض آخرم. من پریروز که میگم هفته قبل بود، با مدیر کل ثبت اسناد استان گیلان جلسه داشتم، آقای مهندس ناصری آذری. من قول داد هم بحث ثبت شناسی داماش هم اسم داماش رو کمک کنه که مجدد ما یه داماش داشته باشیم که ثبت شده باشه و یه سپیدرود داشته باشیم که ثبت شده باشه. الان من فکر کنم 7-8 تا فقط اسم داریم: داماش شهر باران، سپیدرود شهر باران، داماش رشت، سپیدرود رشت، نه اسمای مختلف. من گفتم آقا یه سپیدرود، یه داماش، که اونم به من قول داد، نهایت همکاری رو کرد. انشاءالله به امید خدا. این نکته که الان در این شرایطی که قرار تو 1-2 هفته آینده چنین حکمی بیاد و مالک مشخص نیست، به نظر شما انتخاب سرمربی جدید که امکان داره بار مالی رو به مالک بعدی هیچ قراردادی ثبت نشه؟ همین میگم اگه امکان داره ما این شرایط رو بذارید الان تا مشخص بشه حقیقتش. ببینید واقعا این منطقی نیست. امروز نامه سازمان لیگ میره. با نورشرق هم من صحبت میکنم. امروز نامه سازمان لیگ میره، با نورشرق هم من صحبت میکنم. بلافاصله آقایون رو میخواد تعیین تکلیف میکنه. اگر اینوری شد خب میره قراردادش رو ببره. اگه اونوری شد دیگه اونوری هم خودش انتخاب خودشه. شاید گفت آقا همین آقا رو من با نظر محمدی رو انتخاب کردم، خب شاید آقا همین رو میخوام، اون دیگه اختیار خودش. در این شرایط انتصاب واقعا حاشیه‌زایی هوادار ما واقعا کنترل کردیم. ببینید شما هم به جای، حالا من نمیخوام دفاع کنم، شما هم به جای مالک فعلی باشید شاید تصمیم بگیرید. سرمربی که آدم بسیار با شخصیتی هم مثل احترامم قائلم، یه جایی به بنبست خورده بود، آقا دیگه من نمیتونم. خب 3-4 تا گزینه مطرح کرده بودن علی الظاهر، مثل اینکه گزینه‌های مختلف هم داخل استان هم خارج استان. بالاخره اون آقا اومد با این آقا یه توافقی کرد بابت قیمتش، حالا چی بوده، دانشش بوده، فنیش بوده، توانش بوده، به توافق رسیدن. و اگر خودش ادامه تیمدار باشه، مالک باشگاه باشه، خب انجام میده. ببینید عزیزان، من آخرین عرضم میگم، من خلاف قانون نمیتونم. درسته، ولی در قانون فکر کمک‌ها نگم چه چی الان کمک‌ها این تیم رو بشفن در فوتبال دنیا هم همین وقت تا یک دو هفته، ولی امکان داره ما یه بازی دو بازی از دست بدیم. نه خدا ولی اگه ما مربی 100% تامین بشه تا انتهای فصل دیگه، من برای بازی خلیج فارس خیلی امیدوارم که ان شاءالله ما اولین 3 امتیاز اینجا بگیریم. خیلی امیدوارم که ان شاءالله. بس مربی جدیدی که آقای زرتشتش فعلا ثبت نمیشه. نه فعلا ثبتی نشده. خب